نحمد و نصلی علی رسول الکریم. چند تا تذکر به نسبت اون برادران و خواهرانی که در فضای مجازی تشریف دارند و بعضا در این بره زمان در این فضای مجازی چه خدمت‌های بسیار مفیدی که به نسبت دین و دیانت و دفاع از اسلام الحمدلله میکنن. الله امتحان قبول بکنه. توصیه من به اول به خودم و بعد به این عزیزان همینه که ما در فضای مجازی و بلکه در فضای حقیقی دو چیز در مد نظر ما باشه. یک، ما باید با اخلاص کار بکنیم. الا لله الدین الخالص. الله تعالی فرمودن که عبادت خالص برای خدا است، یعنی با چشمی و ریاکاری و شهرت طلبی و دیگر موارد اگر کسی کاری میکنه ولو اینکه مردم چه چه بزنن و تعریفات بکنن این نظر الله متعال مقبول نیست. لذا صرفاً به خاطر رضای ذات حق خالق و مالک خودمون کار کردن این مهمترین چیز بعد از درست بودن اعمال ما هست. به خاطر خدا کار کنیم و دوم هم با اخلاق باشیم. اخلاق را در حد اعلا سعی کنیم در نوشتن، در گفتن و در هر برخوردی با هر شخصی در پیوی خودمون یا هر کجا سعی کنیم که رعایت بکنیم که اگر کدام حرف حقی بنابر اصول اخلاقی گفته نشه چه بسا این مانع فرار شخص از دین میشه و این سبب میشه که شیطان وسط بیاد و ما باعث دین گریزی مردم میشیم. نیت شما حقه، حرف شما هم حقه، اما طریقه شما بر جاده صراط مستقیم حق که با اخلاق باشیم اینطور نیست و این سبب دینگولیزی مردم میشه. این یک مورد. دوم موردی که خواستم تذکر بدم چون که وظیفه بنده هست، از اون جمله خواهرانی که در فضای مجازی تشریف دارن بعضا خدمت ها میکنن به هیچ عنوان خواهر بودن خودشون را برای دیگران مشخص نکنن. بعضا اسم خودشون رو گذاشتن، بعضا یک پروفایل های گذاشتن که مشخص میکنه خواهر هست. به هیچ عنوان ما اجازه نداریم که خواهر بودن خودمون را، زن بودن خودمون را در فضای مجازی برای دیگران آشکار بکنیم. مثل همین میمانه که شما در فضای آزاد خودتون را در مقابل مردان قرار دادین، چون محل وسوسه برای مردان هست و بلکه این از اون مورد خطرناکتر. لذا این مورد باید ما مراعات بکنیم. خواهرانی که در فضای مجازی تشریف دارن حتما اون اسم خودشون را روی پروفایل ها نگذارن و به هیچ عنوان با هیچ نامحرمی چت نکنن. اگر از کدام مولوی متقی میخوان چیزی بپرسن هم صوتی اصلا نفرستن، بلکه نوشتاری بفرستن، چون که هر کسی شیطانی داره و شیطان مولوی ها دیگه اونم شیطان هست دیگه. احتمال فریب دادن اون اشخاص هم خیلی زیاده، خیلی در این میدان لغزیدن. لذا شما خواهران به هیچ عنوان سبب لغزش دیگران نشین، به هیچ عنوان خواهر بودن خودتون مشخص نکنین، نه با اسم نه با پروفایل، و به هیچ عنوان صوتی برای نامحرم شما نفرستین که شرع این را به ما اجازه نداده. و مورد سوم، اگر احیانا کدام موردی هست که با نوشتن ممکن نیست، خب اینو دیگه شما از فضای حقیقی از علمای خودتون بپرسین، با محرمتون برین بپرسین. اگر این هم ممکن نیست پس دستتون بزنین جلوی دهنتون، با حالت صدا کلفتی باید حرف بزنین. اول پاره 22 قرآن الله متعال فرموده فلا تخضعن بالقول، که زنها، شما زنان نبی، شما در به نسبت حرف زدن با دیگر مردان صدا خودتون رو ملایم نکنین که این وسوسه انگیز برای مردها هست. فیطمع الذی فی قلبه مرض، الله تعالی فرموده اونی که در دل و مریضی وجود داره اون از شما طمع میکنه و خواستار مراوده و خلاصه محبت و دوستی را با شما در دل خود میپرورن. حالا در کدام دل مریضی هست یا نیست این برای ما مشخص نیست، لذا باید در این مورد احتیاط کرد. اسلام این اجازه را به ما هرگز نمیده. و مورد سوم، پروفایل هایی که ما میگذاریم اینا اسلامی باشن. میبینید که شما مثلا عکس انسان های بیدین یا زن هایی که حجاب ندارن آوردن تو پروفایل گذاشتن، این اشتباه بزرگیه، گناه بزرگیه. نه تنها به نسبت پروفایل، بلکه هر کامنتی که ما میذاریم و هر پیامی که میخوایم بذاریم و هر جوابی که میخوایم بدیم یا هر برخوردی که میخوایم در فضای مجازی با دیگران داشته باشیم، لازم و ضروریه که ما
به نسبت موافق شرع بودن این با خود بیندیشیم، چه بسا که همین ها سبب لغزش دیگران میشه. چون نبی خدا فرمودن که العین تزنی، فرمودن که چشم زنا میکنه، زنای چشم نگاه کردنشه. فرمودن که گوش زنا میکنه، زنای گوش شنیدن صدای نامحرمه. فرمودن که بینی زنا میکنه، زنای بینی همین استشمام بوی زنه که عطر میزنن میرن بیرون و باعث تحریک مردان میشن. و زنای زبان همینه که انسان با نامحرم بدون ضرورت برخلاف شرع با او صحبت بکنه. و زنای دست مشخصه که گرفتنه، و زنای پا رفتن به طرف فحشا هست. تا نبی خدا فرمودن که میمونه همون عضو آخری که تصدیق بکنه یا انکار بکنه. لذا همه اینا در حکم زنا هستن، مراتب زنا هستن. الله متعال در قرآن فرمودن ولا تقربوا الزنا، شما به زنا نزدیک نشین. لذا شما خواهران حرف من را برداشت نکنین، با آمدن به پیوی مردان و با گذاشتن اسم خودتون روی پیوی یا عکس خودتون روی پیوی مردان را شما به زنا نزدیک نکنین، که این نزدیک کردن مردان به زنا هست، محل وسوسه برای مردان هست. مردها را ما میشناسیم، ما مردیم. شاید شما خواهران همچین قصد و غرضی هم اصلا نداشته باشین. و یک توصیه کلی هم برای اون اشخاصی که در فضای مجازی آمدن، واقعا اگر نمیتونین خودتون را کنترل بکنین، مثلا همین اینستاگرام، اگر اون قسمت سرچ را بزنین دیگه هر چیزی اونجا میاد دیگه از جلوی شما. اگر نمیتونین خودتون را کنترل بکنین، از فضای مجازی کلا خارج بشین، که این همون حکم خدای متعال ولا تقربوا الزنا فرمود الله متعال. شما به زنا نزدیک نشین. شما آله زنا رو گذاشته تو جیبت، بغل صبح شب با شما هست و حالا شما میخوای خودتو کنترل بکنی، این چیزی هستش که محاله. شاعر عرب یک عبارت بسیاری آورده، زیبایی آورده. اگر الفاظ عربی به ذهن من بیاد، بله، فرمودن که نظرة فسلام فکلام فموعد فلقا. فرمودن که این مراتب زنا از کجا شروع میشه؟ نظرتون، اول یک نگاهی است، بعد از اون فسلامون کلامی هست، بعد از اون فکلامون کلامی هست. اول نگاهی است، بعد سلامی است، بعد کلامی هست، بعد موعد قرار گذاشتنی هست، بعد ملاقات است، بعد دیگه نابود شدن است. بیا حالا این را قبل از مردن ما جبران بکنیم. چه بسا عفت بسیار از خواهران ما در این میدان پاره شده، عفتشون از بین رفته و دیگه اینو دیگه چطور میشه جبران کرد؟ آبی که بر زمین بریزه دیگه اینو نمیشه جبران کرد. خیلی از اشتباهات است که بعدا اینو نمیشه جبران کرد. اینم از همین موارد. خواهران گرامی و برادران عزیز من، اونایی که واقعا نمیتونن خودشونو کنترل بکنن، از فضای مجازی برن بیرون، با همون گوشی های ساده باشین که این حکم الله متعال که ما خودمون رو به زنا نزدیک نکنیم. و یک کلام آخر این که ما مسلمانیم. مسلمان یعنی تسلیم امر خدا. وقتی من میگم من مسلمانم، اقبال الله چی میگه؟ میگه که چون که گویم مسلمانم بلرزم، چون که دانم مشکلات لا اله را. که من مسلمانم یعنی من تسلیم خدام، پروفایل من تسلیم خدا، گفتار من، نوشتار من، دیدار من، ملاقات من، کامنت های من، زندگی من در تاریکی روشنی، من مسلمانم. الله تعالی فرموده ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه مسلمان بمیرید. یعنی چی؟ یعنی که در حالی بمیرین، در حالی زندگی میکنین که تسلیم خدا باشین، که اگر احیانا مرگ آمد شما مسلمان باشین. نباید که شما نافرمان نباشین. الله تعالی توفیق بده. مرگی در پیش هست، قبری در پیش هست، روز آخرتی در پیش هست. یادمون باشه ما را الله تعالی ابدی آفریده. الله تعالی هم ازلی هست هم ابدی. از ازل بوده الله متعال، تا ابد هم خواهد بود. ما از ازل نبودیم، ما را به دنیا آوردن، اما ما ابدی هستیم. زندگی ابدی ابدی همیشه در پیش ما هست و خوشبختی دنیا و آخرت ما در عمل کردن به دین الله رسول هست، که این دین ما چنان دینی هست که حافظ اموال و ناموس و جان و حیثیت و تمام چیزهای ما هم در این دنیا و برای خوشبختی اون دنیا ما فرستاده شده. عامل به دین باشیم، بریم دین خدا را با تشکیل در جماعت‌های تبلیغ و دیگر گروه‌های اسلامی دین خدا را یاد بگیریم، عامل به دین خدا باشیم که الله تعالی ما در دنیا آخرت خوشبخت خواهد کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.